درود میفرستم خدمت دوستان و همراهان عزیز. بچه عزیز، با یک آموزش و یک شبیه سازی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. موردی که میخوام بهتون بگم در رابطه با تراشه هایی هستش که توسط اداره راه ایجاد میشه. زمانی که اداره راه میاد یک جاده رو درست میکنه، در بدنه تراشه پیش میاد که قبرهایی پدیدار میشن. شما تصور کنید که اینجا اومدن جاده زدن و در این تراشه این قبرها مشخص شدن. اولین اقدام و اولین کاری که دوستان حفار ما انجام میدن اینه که میان فوری این قبرها رو حفار میکنن و مورد کاوش قرار میدن. و اگر چیزی داخل این قبرها نباشه بیخیال کل محدوده میشن و اگر چیز جزئی هم داخل این قبرها باشه با خودشون میبرن. اما ما دنبال هدف بزرگتر هستیم. دوستان عزیز، توجه کنید، زمانی که قبرها پدیدار شدن قطعا ما با این تعداد قبر روبرو نیستیم. ما باید در وهله اول شرایط محیطی رو بسنجیم. اگر قلعه‌ای در محیط وجود داشته باشه باید فاکتورهای محیطی و قلعه رو مورد بررسی قرار بدیم که ببینیم آیا این قلعه متعلق به چه دوره‌ای هستش. بر اساس اون دوره میتونیم تا حدودی تشخیص بدیم که این قبرستان ما چقدر با ارزش و چقدر بی ارزش هستش. توجه داشته باشید دوستان عزیز، زمانی که تراشه ایجاد شد و قبرها پدیدار شدن، اگر قسمت پشتی قبرها، اینجا رو دقت کنید، قسمت پشتی قبرها به این صورت تختگاه بود، قطعا به صورت قبرستان دسته جمعی هستش. اما اگر یه مقدار سراشیبی به سمت بالا وجود داشت، این نکته خیلی مهمه دوستان عزیز. تصور کنید که اینجا ما یک قبرستان رو داریم. قطعا این تعداد قبر که در تراشه ها مشخص شدن همین تعداد نیست و ما قبرستانی به صورت خطی نداریم و یا اینکه 3 تا یا 4 تا قبر داشته باشیم. قطعا قبرستان وسیع‌تر و بزرگتر هست. ما باید دنبال قبرهای دیگه بگردیم. معمولا به سمت بالا، شیب به سمت بالا، شما باید دنبال قبرهای دیگه بگردید. توجه داشته باشید، اگر گفتم به صورت تپه یا تختگاه بود، شما باید کل قبرستان رو مورد بررسی قرار بدید. اما اگر نه، به صورت سراشیبی به سمت بالا بود، شما باید برید بالاترین قسمت قبرستان و قبری که در قسمت بالا قرار گرفته اون رو پیدا کنید. اون قبر به صورت تک هست و میتونه ارزش بسیار زیادی داشته باشه، چون مربوط میشه به افراد بلند مرتبه اون دوره یا اون قبیله. پس این نکات رو مد نظرتون قرار بدید. یه فیلم کوتاه هم میذارم، اونم ببینید که تراشه ها به چه صورت هستن و قبرهایی که هنوز باز نشدن. دوستان و همراهان عزیزم، به این قبرها نگاه کنید. تراشه‌ای که توسط اداره راه ایجاد شده و قبرهایی که پدیدار شدن. اینجا هم اگر دقت کنید 2 تا قبر وجود داره که هنوز باز نشدن. ساختار خاک رو ببینید کاملا واضح و مشخصه که اونجا یه دونه قبر رو ما داریم.